من اولین بار بی‌حجاب رسمی جلوی دوربینم. 2 این بی‌حجابی نقش هم نیست، کاملا خود واقعیمه. 3 این که بعد از بیمار شدنم در شرایط مریضی هم هیچ وقت خودم رو نشون نداده بودم تا الان. انقلاب مهسا برای من این بود که یه انفجاری در سطح ملی رخ داده برای تمام آنچه که من آرزو داشتم مردم همین. آقای اومد از تو آینه دیدم اومد و زد به شیشه و منم اینقدر شیشه رو آروم دادم پایین و گفتم بفرمایید. گفت خانم علیسی. گفتم بله. گفت دادگاه انقلاب. گفتم چشم. در کمال آرامش شیشه رو دادم بالا، در رو قفل کردم و شروع کردم اپامو پاک کردن جلوش. دیوانه شد. خب شروع کرد به مشت زدن به شیشه، مشت میزد و میگفت به خدا میشکنم. رفت همکارش چکش آورد، در رو باز کردم. تو انفرادی که منو گذاشتن قبل از من 3 نفر بودن. روهم افتاده بودن آدم ها تو سلولای امنیتی و همون اول یه کسی زد به شوفار. گفتن تو کی هستی؟ گفتم من تازه اومدم. گفتن اسمت چیه؟ گفتم ترانه. گفتن فامیلی چیه؟ گفتم علی دوستی. اینا سلول به سلول به سلولهای بغلی من خبر دادن که ترانه علی دوستی اینجاست و من از اینجا اینو فهمیدم که شروع کردن سرود خوندن زیر لب، اینجوری سرود میخوندن. شروع کردن مهدی یراحی رو خوندن. به جای او به قلب من بزن جهان ترانه میشود.